جالبه ولی نمیشه این کارو کرد. باگ میخوره. نمیشه سورس کدو پیاده کرد. ولش کن. مشکل میخوره بدبخت بشیم. نه اصلا نمیشه. کار نمیکنه. نمیشه کارش کرد. ولش کن کلا. آره خب این سورس کد اگه یه قسمتی باشه ایرون نداره، کار میکنه. این به کنار. باد احتمال داره که بزنه. باد بود، چیزی نشد. خب اینم اگه بر فرض بگیریم که باد بود، باد برعکس بود. باور کن باد بود. اصلا نمیدونم دارم چیکار. ببین چراغ ادیسونی میتونه افت ولتاژو داشته باشه. من یه لحظه صبر کن برم ببینم چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. الان یه لحظه باید نری ها. ممرزا با تو هم، تو رو خدا ممرزا. ممرزا تو رو خدا. زهرمار درد یه برو گم شو. ممرزا چرا قرمز شد؟ چرا من کجام؟ الان چیکار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون اسباب بازی رو بذار زمین. نیا تو جانت جد. چیه این؟ من چی کارش کنم این؟ نیا جانت جدت، نیا این بر. تو رو خدا داداش، ممرزا دارم منو میبرن. خداحافظ. وای داداش میدونی دیگه خدا چیه. تو رو همون خدا نیا داخل. به خدا نیا. بیدم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. تو رو خدا نیا. خدایا چی دیدم؟ داری چی کار میکنی با من؟ دیگه بیاین مدرسه هنرهای رزمی رو تمومش کن.
خدایش دیگه باید تموم کنیم دیگه خیلی طول کشید. آقا میخوای آخرشو مثلا فریبرز بخوابه بعد بلند شه از خواب مثلا آخر مخاطبم که نه از خواب بلند شه ببین همش همه خواب. خواب دیداره مهدی چی شد؟ مهدی چطوری تموم شد؟ همون دیگه موضوعی تموم این چه وضعی سلام. قضیه جن دیدی مگه؟ آره یعنی سلام. چی جن دیدی؟ بریم ویدیو. آماده است موهام مهدی چه وضعیه؟ داداش به شونه میگی شونه شونه بزن بیان خفه شو. بریم ویدیو چیزه آماده. چی؟ نورا چرا قرمزه؟ نورا بکروز داره میشه آبیش کنید؟ بک رومز میخوایم بریم مهدی آبیش کنید. بک رومز میخوایم بریم بکروم بچه ها دیدید آمار لایک ها واقعا خیلی زیاده دمشون گرم بچه ها شونه کن یکم از اون چیپسه وردا بخواه سر حال بیان بریم بچه ها بریم آماده این؟ همه چی آماده؟ چرا اینجوری میکنی؟ مهدی چطوری؟ خوبی؟ من خوبم. چرا؟ دیره ها به خدا پرت دیره مهدی به خدا ادا بازی در نیار به خدا دیره بریم ویدیو دیگه بریم تموم شه بره. من نخوابیدم دیشب. چرا؟ چرا نخوابیدی؟ دکتر ببرید در و دیوار رو داره میگم یکم سرد نیست با یکم نه خوبه بخاری. نه خوبه اوکی یه سوال الان در بازشه یکی بیاد تو از من محافظت میکنید دیگه. برمه بموزد جالب خیلی خوب بود داره میدونم. این در ما کرد و من تو بکروم زمین خب برنامه امروز چیه؟ باید چی بریم امروز؟ شبیه از تصادف بکرومز ماینکرافتی چی بریم؟ ماینکرافت هم که سروایور فقط با این اوضاع فکر کنم مهدی خورده جالب شد مگه اومدی تو منطقه جنگی ویدیو بگیری؟ کالیبره تویش سوراخ بذار میکنه. زمین میزنی چش چالم رو در میاد بچه ها دیره ها بریم دیگه بچه ها دیره به خود الان بچه از مدرسه میاد میشه بازی ترسناک داریم؟ شروع شد دوباره پاشو بریم پاشو برو استراحت کن امروز ویدیو در نمیاد بزن تو روبیکا بنویس پاشو برو بخواب چرا نخوابیدی؟ تو روبیکا بنویس مهدی نتونسته بخوابه ویدیو نداریم بریشمون بخنده آره بخندن. دیروز وضعیت منو میدیدی میخندیدی. پاشو برو بخواب خوبه شب بخیر. پاشو نه بیا بگیریم بیا بگیریم آقا برو داداش بریم. پاشو یکم استراحت کن حداقل یه دونه بزن ویدیو بگیریم یه دونه بگیریم بعد. یه دونه برو یه دونه بگیریم. برو بریم 3 2 1 سلام دوستان مهدی بیزیکسر هستم به خونه الوا خیلی خوش اومدید. الوا چیه؟ من نمیتونم بگیرم پاشو برو ببخشید. پاشو برو استراحت کن خداحافظ. تموم نتونستم کار کنم. چی کار کردی با من؟ برم بخوابم حداقل کی لوله کرده اینو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بذار بخوابم. خدایا درک نمیخوابم دیگه. اومد بالاخره تونستی بخوابیدی الان 3 ساعت ما اینجا نشستیم نه نتونستم بخوابم دوباره دیدمش. چیه؟ چرا نمیخوابی؟ کیو دیدی؟ یه موجود کثافت میاد تو خوابم.
داری تمیزش کابوس کن. میبینی. خب تمیزش کن. مشکل جدیه این. میگم تمیزش کن این کثافته. بیا یه دکتری چیزی پیدا کن از اینترنت برو پیش. آمپول نمیزنه ماما. ببین آمپول چی؟ پاشو ببین بیا. میدونی چیه؟ تو باید فلش بزنی. داداش مشکل جدیه داره میخنده. دیابت. محبت کن. کمکم کن. محبت بیا کن. یه دکتری چیزی ببینیم میتونیم پیدا کنیم. بیا برو تو اینترنت. الان چی بگیم؟ ببین منتی برو ببین آپدیت سافتور داده. دکتری چی الان من پیدا کنم؟ دکتر پوست. دکتر پوست خوبه. دکتر پوست برای خوب. کابوس. کار تعطیل امروز. بله. من رفتم دور وایسا بریم مشکل حل کنیم. خب مشکلش حل میشه دیگه اون حل شده است. یه استامینوفن بخور یه چای آب نبات اوکی. من رفتم با بچه خیلی داره ساده میگیره این. خداحافظ. بیا دکتر رابرت دریم دانشگاه هاروارد متخصص کنترل رویا. دانشگاه هاروارد. هاروارد خوبه؟ خوبه؟ اومد! بابا چی؟ سویت هم مونده. اومد! خداحافظ. پاشو ببینیم وضعیتت خیلی خرابه. جز شایمون به سال بکشه یکی اما دوتا باید کنار بکشه. برو نمیخوام بسی اضافه بشه بهترم منو پیدا کردی بذار رو چشت. دیگه من رفتم که رفتم چشمم بستم نترسم نمیشم اصلا عوض من امینم هستم که هستم دیگه میخوام اسم تو گوشیم عوض کنم میرم هر جا دلم بخواد در موقع حوض کنم میخوام بشینم با هر کسی که هست دارم. دکتر سلام. چرا شب اومدید؟ معذرت. روزه دکتر روزه حقیقتشو بخوای. سلام. دکتر رابرت دریم هست از رابرت دانشگاه داریم. هاروارد. بله. خسته نباشید. قربانش. چرا؟ من تحت پرشر های درسی که داشتم در دانشگاه هاروارد تیک عصبی پیدا کردم. بله. چه هلپی از هند من برمیاد بفرمایید. منظورتون کمکه درسته؟ من کابوس ببینم دکتر داریم. وضعتون پس خیلی خرابه. بله دکتر. خرابترم شد. معذرت میخوام تیک دست من نیست. محتوای کابوست رو برام تعریف کن. دکتر داریم یه دریم نه دریم. دریم. بله دریم. دریم دریم فهمیدم. دریم. دکتر دریم من یک روحی رو میبینم که در رو باز میکنه و میاد و نمیتونم کارش کنم. خب تو میتونی خوابهات رو کنترل کنی. من حدود 20 سال تو دانشگاه هاروارد چی کار کردم پس؟ خواب کنترل میکردیم. توی کنترل خواب تحقیق میکردم. میشه یعنی کنترل؟ چرا نشه؟ چند تا تکنیک very useful and simple هست که من بهت میگم و تو با انجام دادن این میتونی محتوای خوابات رو کنترل کنی.
تکنیک شماره 1. بله. تکنیک چی؟ تکنیک. تکنیک. The number 1. در طول روز هر کار ساده‌ای که انجام میدی از خودت بپرس که بیداری یا نه. مثلا داری بازی میکنی، بازی رو متوقف کن، بگو من الان بیدارم و دارم این کار رو میکنم. باش. خب تکنیک شماره 2. فریز شد موقعی که خواستی بخوابی میگی من الان میخوام بخوابم. تکنیک شماره 3. کفگیر. خب موقع خواب کفگیر رو دستت نگه دار. این موقع وقتی خوابی به خودت میگی کفگیر که دستم نیست، پس الان خوابم. بس. ذهن ما مثل یک کوه یخ میمونه. 10% بالاست، 90% پایین. یک کتابی هم بهت پیشنهاد میدم. بله. این کتاب رو حتما مو به مو بخون، تکنیک هاش رو انجام بده، در نهایت تو میتونی خوابهات رو کنترل کنی. زهری تلک شدم. سوالی هست؟ نه. چرا باید این کار انجام بدم فقط؟ همین امشب این تمرین ها رو انجام بدی میتونی، اگه درست انجام بدی. پس شد 3 تا. تشنجی. بله 3 تا. برق رفت. $6. یه سوال داشتم از شما. تا حالا سابقه تشنج داشتی شما یا؟ خیر. بکش. کارتم میشه انتقاد بدم؟ 6104 3378. بله بله. بقیه‌شو میفرستم گوشیت. با اجازه. راستی من مشکل رو ننوشتم. چه رنگی دوست داری؟ مگه فرقی داره؟ با یه رنگ بنویسید دیگه. آبی بنویس. می نویسم میذارم تو پرونده. من دارم خواب میخورم، نه دارم آب میخورم و بیدارم. رویابینی شفاف، راهنمای مختصر و مفید جهت هوشیاری در رویاها و زندگی. ویتنامی ضرب المثل هنگام خوردن میوه به آن کسی که درخت نارنگی کاشته است. من دارم جارو میکشم و بیدارم. خب داریم میخوابیم. دکتره چی گفت به من؟ یه دونه کفگیر بگی دستت،
که بفهمی خوابی و یه چیزی هم گفت من الان میخوام بخوابم هم که کف کرد بسم الله الرحمن الرحیم بیا این چه وضعی؟ چه ریخت و قیافه ای این چه ریخت و قیافه ایه این چه وضعی؟ سلام. جن دیدی مگه؟ بله مگه اومدی تو منطقه جنگی ویدیو بگیری؟ دیدیم بله جریم دیدیم جریم The number one. The number one. در طول روز هر کار ساده ای که انجام میدی دارم. تکنیک شماره 2.